سه روز باز صاحبکاران تاجیک نمیتوانند سمنت خود را به خارج کشور برند. منع صادرات سمنت در نامه خدمات گمرک به زیرساختارهای منطقوی این نهاد ذکر شده است. در این نامه رئیس گمرک به نقل از دستور سروزیر میگوید با مقصد تامین بازار داخلی برآوردن سمنت به خارج کشور منع کرده شود. تاجران از جزئیات این تصمیم بی‌خبرند ولی تاکید میکنند که عین حال طلبات به سمنت زیاد شده است. نرخ نوای از 3 سوم ارزان‌تر بود نظر به اصولای سال با کاندر قیمت‌تر از 3 سوم. نرخ یک خلطه سمنت که قبلا 48 تا 50 سومانی بود حالا به 55-56 سومانی رسیده است. این تاجر در یک روز 250 تا 300 خلطه سمنت میفروشد. وی افزایش طلبات را به گسترش کارهای ساختمانی ربط میدهد. سبب ساختمان بسیار شده است. خدا با شکر آبادی بسیار دامساز و خانه و مثال گیریم بسیارتر از سبب همین چی طلبات بسیار است. منع صادرات سمنت مسئولان برخی کارخانه‌های سمنت براری را نگران نموده است. نمایندگان چندی از کارخانه‌ها در صحبت‌های بدون ثبت گفتند اگر منع صادرات دراز مدت شود آنها مفلس خواهند شد، زیرا صادرات منبع اساسی درآمدشان بوده است. در بین تاجران از آن صحبت می‌شود که طلبات ساختمانی نیروگاه راغون به سمنت زیاد گشته است. وزارت صنعت و خدمات گمرک تاجیکستان مسئله را شرح ندادند. برخی از کارشناسان تصمیم حکومت را در کوتاه مدت مثبت ولی در دراز مدت منفی ارزیابی می‌کنند. اگر صادرات سمنت در سالهای اخیر به یک منبع درآمدی اسعار نقد خارجی در تاجیکستان تبدیل شده بود که بیش از حدود 200 میلیون دلار طبق آمارهایی که اخیراً دسترسند به کشور از حساب صادرات سمنت اسعار نفت وارد میشد. بنابراین این تصمیم حکومت البته انگیزش معلوم به خاطر تامین نیازهای داخلی به سمنت جلوگیری کردن از بالاروی نرخ آن است، اما از سوی دیگر این پیامدهای ناگوار برای در دراز مدت برای اقتصادی ملی تاجیکستان داشته میتواند. عبدالله اشروف میگوید تاجیکستان با این تصمیمش میتواند بازار سمنت را در خارج کشور از دست دهد و بازگشت به آن کاری آسانی نخواهد بود. بنابر آمار رسمی تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمنت داشته سالانه بیش از 4 میلیون تن سمنت تولید میکند. سال گذشته زیاده از 1 میلیون تن آن اساساً به ازبکستان و افغانستان صادر شده است.